با سلامی گرم به یکایکتان دوستان عزیزم، شعله گلخوجه هستم. همه روز ساعت 10 با وقت پراگ، ساعت 12 با وقت مسکو و 14 با وقت دوشنبه در خدمتتان با خبرهای تازه و تشکر میگویم که پیوسته ما رو تماشا میکنید. روسیه تصمیم گرفت که پروازهای منتظم را با آذربایجان و ارمنستان از سر گیرد. خبرگزاری‌های روسی می‌نویسند فرمان داخل‌دار را سروزیر میخائیل میشوستین امضا کرده است. تصمیم گرفته شد که ارتباط دوجانبه هوایی با آذربایجان و ارمنستان از 15 فوریه برقرار کرده شود. قرار در این زمینه با سبب بهتر شدن وضع اپیدمیولوژی گرفته شده است. میشوستین اجازه داد که هفته 2 مرتبه طریق خط سیر مسکو باکو و 4 بار در هفته در مسیر مسکو یریوان پرواز صورت بگیرد. بر علاوه از 8 فوریه حرکت قطار و یا پویزد از روی 3 سمت با بلاروس برقرار گشته شماره پروازهای دویمی از مسکو به مینسک افزایش داده می شود. بجز این از هفته آینده تعداد پروازهای دویمی از مسکو به بیشکک از 1 به 3 مرتبه رسانیده می شود. با وجود آنکه تاجیکستان چند هفته اخیر از ثبت نشدن یگان مورد سیرایت‌یابی به کووید 19 در کشور خبر می دهد، ظاهراً روسیه برای از سرگیری پروازهای دویمی با تاجیکستان و یا برقرار نمودن حرکت قطارها سراسیمه نیست. پیشتر طرف تاجیکستان گفته بود که خواستاری با حالت عادی برگشتن پروازهای بین دو کشور است، ولی در این مسئله با مسکو فعلا سازش حاصل نشده است و بنابراین بینندگان عزیز هنوز معلوم نیست که کی پروازهای دویمی بین تاجیکستان و روسیه برقرار می شوند. هرچند طول هفته های اخیر در بین شما سر و صداها زیاد است که این هفته و یا هفته دیگر پروازها صورت خواهند گرفت، ولی در صورتی اگر رسما در این باره خبری پیدا شد ما برای شما معلومات میدیم. خدمات ضدانحصاری تاجیکستان سال گذشته وارد کنندگان گاز مایع را برای به اساس بلند کردن نرخ سوزشواری به مبلغ 1.4 میلیون سومانی جریمه بسته است. رهبر خدمات روز 4 فوریه در صحبت با خبرنگاران گفت سال گذشته در مجموع از حساب جریمه ها و دیگر قانون شکنی ها در بازار مواد سوخت به بودجه کشور 11 میلیون سومانی وارد کرده شد. خاطررسان میکنیم که تابستان سال گذشته تنها در یک ماه نرخ مواد سوخت 68% بلند رفت. تفتیش خدمات ضدانحصاری نشان داد که قیمت سوزشواری به اساس بالا برده شده است. طبق اطلاع خدمات عین زمان 1 لیتر گاز مایع در نقطه های فروش وابسته به منطقه از 4 تا 4 سومانی و 25 درم نرخ دارد. گاز مایع به تاجیکستان اساساً از قزاقستان و روسیه وارد کرده می شود. طبق معلومات خدمات ضدانحصاری در سال 2020 15 شرکت به جمهوری بیش از 420,000 تن گاز مایع را با نرخ میانه 422 دلار برای 1 تن وارد کردند. برنامه کوواکس زیر نظر سازمان جهانی تندرستی روز چهارشنبه ترتیب تقسیم تخمینی 96 میلیون واکسینه ضد کرونا ویروس را بین کشورهای شرکت‌دار این برنامه نشر کرد. قرار است مرحله اول انتقال واکسینه استرازینیکا ماه جاری آغاز شده بیش از 3% اهالی 145 دولت را فرا بگیرد. انتظار می رود که تاجیکستان 732,000 دانه واکسینه را دریافت کند. قبلا وزارت تندرستی تاجیکستان گفته بود قرار است 20% اهالی تاجیکستان از کووید 19 ایم کرده شود. وزیر تندرستی جمالدین عبدالله‌زاده گفته بود که معرکه امگذرانی در نیمه سال جاری صورت گرفته 1,800,000 نفر فرا خواهد گرفت. به قول وزیر در مرحله اول کارمندان طب، آموزگاران، افراد دارای بیماری‌های مزمن و آنهایی که از 50 سال بالا هستند واکسینه می‌گیرند. تاجیکستان حالا مسئله جوری کردن راه‌های نوی پولکی را بررسی نمی‌کند. در این باره دیروز وزیر نقلیات عظیم ابراهیم در یک نشست مطبوعاتی به خبرنگاران بیان داشت. وزیر نقلیات با اشاره به مسئله گویا پولکی شدن راه ماشینگرد دوشنبه باختر گفت این راه فعلا بازسازی می‌شود. امسال تطبیق مرحله‌های یکم و دوم لایحه راه مذکور به انجام می‌رسد. مرحله سوم لایحه قزلقلعه باختر که 9.2 کیلومتر درازی دارد تجدید می‌گردد. بنابراین حالا موضوع پولکی کردن این راه مطرح نیست، افزود وزیر. 2 سال پیش وزارت نقلیات گفته بود که بعد بازسازی شدن راه دوشنبه باختر آن پولکی می شود. اون زمان گفته شده بود که میان دوشنبه و باختر توسط نویه یوان راه الترناتیوی وجود دارد و حرکت طریق راه آهن نیز امکان پذیر است. این گفتگوزارها در جامعه موج انتقادی زیادی را به بار آورده، برخی ها این اقدام را به ضرر مردم دانستند.
سازمان فریدم هاوس میگوید روسیه و ایران همانا در میان کشورهای خودکامه‌ای که مخالفانشان را در خارج تعقیب میکنند جایهای اول را اشغال نمودند. در گزارشی که امروز این سازمان نشر کرد گفته می شود حکومت روسیه سابق منصبداران و افرادی را که تهدید ارزیابی میکند در خارج کشور نیز مورد حمله قرار داده است. به قول فریدم هاوس که مرکزش در ایالات متحده آمریکا می باشد در 6 سال گذشته 26 سوءقصد یا تلاش سوءقصد به جان را تشخیص نمودند که 7 به روسیه راست آمده است. رژیم ایران با 5 سوءقصد و تلاش سوءقصد در 3 کشور ارتباط داده می شود. در این رویخط تاجیکستان، پاکستان، آذربایجان، قزاقستان، قرقیزستان، ترکمنستان و ازبکستان هم نامبر شدند. زیرا به قول این سازمان کشورهای مذکور شهروندانشان را در بیرون از قلمرو دولت‌ها مورد حمله، بازداشت و استرداد غیرقانونی قرار دادند. از مهاجران در قلمرو روسیه خواسته شده است که در گردی‌همایی‌ها و دیگر چاره‌بینی‌های بدون اجازت شرکت نورزند. در این باره فدراسیون مهاجران روسیه به شهروندان خارجی مراجعت کرده است. وادیم کوژنوف رهبر فدراسیون تاکید نموده است که اشتراک مهاجران در گردی‌همایی‌ها می‌تواند به بازداشت و اخراج آنها از روسیه سبب شود. این دعوت در شرایط صدا می‌دهد که روزهای 23 و 31 ینور در مسکو و سنت پترزبورگ و یک قطار شهرهای دیگر به جانبداری از رهبر مخالفان روسیه الکسی ناوالنی نمایش‌های اعتراضی برگزار شده. مقامات تا این دم هزارها نفر را دستگیر کردند. دوستانی ولایت ختلون سال 2020 271 قرار رئیسان شهر و نواحی در این ولایت را بیکار کرده است. به قول دادستانی 85% این قرارها به تقسیم نادرستی زمین داخل داشتند. این رقم در نسبت سال 2019 57 حالت بیشتر بوده است. در دادستانی گفتند 46% قرارهای بیکار شده به رئیسان تعلق داشتند که فعلا در سر وظیفه‌اند. سال گذشته در این ولایت نسبت 112 منصبدار و خدمتچی دولتی برای غیر قانونی دادن قطعه زمین پرونده های جنایتی آغاز گردیده 4120 گکتار زمین به حالت اول برگردانیده شده است. امروز رهبر سیاست خارجی اتحادیه اروپا جوزف بارل با سفر 3 روزه وارد مسکو می شود. این زیارت به زمانی راست آمده است که کشورهای غربی حبس سیاستمدار مخالف حکومت الکسی ناوالنی و تعقیب اعتراضگران را مورد انتقاد شدید قرار دادند. پیش بینی می شود که این موضوع در سرخط مذاکرات مقامدار بلندپایه اتحادیه اروپا و منصبداران روسیه قرار خواهد گرفت. مسکو دعوت‌های رها نمودن ناوالنی را نادیده گرفته روز 2 فوریه حبس شرطی او را به حبس واقعی تبدیل داد. تابستان سال گذشته ناوالنی از گاز نویچوک زهرآلود شده برای طبابت به آلمان انتقال یافته بود. در این مدت او نمیتوانست طبق طلبات حبس شرطی هر سر چند وقت به اداره پلیس حاضر شود. در دوشنبه 2 راننده اتوبوس را برای تشکیل پایگاه از کار آزاد کردند. کارمندان میلیسا بعد نشر نوار پایگاه اتوبوس در مرکز پایتخت در شبکه‌های اجتماعی به تحقیق پرداختند. معلوم شده است که این 2 راننده برای تستر رسیدن به ایستگاه و گرفتن مسافری بیشتر بین همدیگر سبقت کرده حالت صدمه‌ای را به وجود آوردند. در لحظه پایگاه در داخل اتوبوس مسافران بودند. مقامات انتظامی نسبت هر 2 راننده پرونده مأموری باز کرده است. رانندگان را از کار جواب داده با آنها از 14.5 تا 17,000 سومانی و محروم نمودن از حق رانندگی برای 2 سال تهدید میکند. در این برابر رهبریت کارخانه واحد دولتی اتوبوس 1 و اتوبوس 2 برای نظارت سستی رانندگان هشدار گرفتند. مقامات تاجیکستان گفتند شرکت طبیعی چین در دوبه شرقی یکی از کانهای کلانترین کشور به استخراج طلا آغاز کرده است. کانهای دوبه شرقی و کومرغ بالو در نویه عینی ولایت سوق در عوض ساختن مرکز برق و گرمیدی شهر دوشنبه به استفاده شرکت طبیعی چین داده شده است. مقامات در تاجیکستان بیشتر به سرمایه های چین تکیه میکنند، اما بخشی از مردم از شیوه برگرداندن آن نگران هستند. همچنین معلوم نیست که از طلا استخراج شده در این دکان چقدرش به تاجیکستان و چقدر به شرکت چینی میرسد. اما پیشتر مقامات تاجیکستان گفته بودند به حساب تخمینی آنها این دکان تا 64 تن طلا دارد. شرکت طبیعی چین برای بنیاد مرکز برق و گرمیدی دوشنبه 349 میلیون دلار خرج کرده است که از آن 17 میلیون دلار سهم تاجیکستان است. نمایندگان شرکت های چینی که در تاجیکستان
با کارکرد اطلاع مشغولند از توزیع همگونه اطلاع از حاصل همکاری‌هایشان خودداری می‌کنند. مقامات تاجیکستان از همگونه داد و ستد با جانب چین راضی‌اند و همیشه از آن ستایش کردند، ولی آنچه که ساکنان را نگران کرده است ناروشنی‌ها در این معامله است. نهادهای دولتی تاجیکستان جزئیات سازشنامه‌ها با چین و سود و زیان آنها را به جامعه نمی‌گویند. و بینندگان عزیز، چون همیشه در پایان صحبت به شما درباره قرب اسعار خارجی معلومات میدیم. بانک ملی امروز نرخ $1 را 11 سوم و 30 درهم و 1 یورو را 13 سوم و 58 درهم تعیین کرده است. امروز 4 فوریه 1000 روبل روسی 148 سوم و 20 درهم نرخ‌گذاری شده است که نسبت روز گذشته 40 درهم کمتر می باشد. سپاس میگویم که تا آخر صحبت ما را تماشا کردید. خبرهای بیشتر از این رو 3 ساعت پس تقدیم شما خواهیم کرد. تشکر که پیوسته با ما هستید. روز خوب داشته باشید. خود را احتیاط کنید و تا ملاقات نوبتی.